بسیار خوشحالم که باز شاهد برگزاری نمایشگاه یکی از خوشنویسان خوب و تیر دست شهرستان سیرجان باشم. بسیار پربار بود و چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی و تنوع آثار واقعا در خور شکسته معاصر بود. تمام این قطعاتی که اینجا الان میبینید نتیجه شاید سالها تمرین، ممارست و پشتکار در هنر قدسی و آسمانی خوشنویسی هست. بهره‌مند بودند از محضر پدر فاضل و هنرمندشون. بسیار زیبا، مشتاق دیدار دوستان بودیم در این جمع و نمایشگاه بسیار خوب عالی برگزار شد. نمایشگاه همونجور که دوستان مستحضر هستن معمولا نمایشگاه خوشنویسی شامل اشعار مختلف از شاعرای به نام کشور هستند و ما وقتی که کار خوشنویسی رو انجام میدیم از دوستان ماهر در بحث تصحیح هم استفاده میکنیم. دوستان با مهارت‌های کامل کارها رو مزین می‌فرمایند. بحث پاسپورتوش هست که پاسپورتو میشه و بعد هم قاب کار هست. البته برای اینکه ما بدونیم فضاسازی‌های مختلفی رو انجام بدیم میایم به فرض مثال قالب‌های مختلف رو انجام میدیم. به فرض مثال به این قالب آزاد گفته میشه و هنرمند یا به نحوی خوشنویس از فضای در واقع اون صفحه میاد یک بافتی رو ایجاد میکنه که مورد اهمیت هنرمندان هست. قالب سطرنویسی هست که در قدیم هم بسیار رواج داشته و خیلی مورد استفاده کاتبین قرار میگرفته که اگر میخواستن در متن پادشاه و سلطانی یا یک خبری رو تیتر خبری بکنن در واقع از این شیوه استفاده میشه. این تابلو الهام گرفته از نامه‌های قدیم هست با اجرای جدید، اما نامه‌های قدیم که میخواستن در متن پادشاه یا نامه‌ای به پادشاهی نوشته بشه اول یک سری شعرها رو در متن پادشاه یا در وصف اون پادشاه میگفتن، مینوشتن از یک شاعر و بعد نامشون رو ارائه میدادن به اون پادشاه. این هم مشابه در واقع نامه‌های قدیم هست، الهام از نامه‌های قدیم که خوشنویس وقتی که نامه‌ای رو مینوشته برای صرفه‌جویی در کاغذ به نحوهای مختلف ارائه مطلب میکرده که بتونه مطلب رو برسونه و از کاغذ به نحو احسن صرفه‌جویی بشه. این مدل در واقع به مدل دفتری معروف هست و قلم سرفصل نویسی که یکی از محبوب ترین دانگ قلم محسوب میشه در شکسته معاصر. این قطعه شناور هست یا قطعه آزاد هست که باز دوباره خوشنویس بر اساس شعری که هست با تأکیدی که بر حروف و کلمات میخواد داشته باشه حروف رو به نحوی اجرا میکنه که تأکید رو به مخاطبش انتقال بده. دانگ جلی نویسی هست قلم 8 سانت که قطعه نویسی محسوب میشه و در واقع دانگ درشت قلم شکسته هست که البته در شکسته نویسی کمتر مورد استفاده قرار میگیره ولی برای کارهای قطعه نویسی بیشتر از این دانگ قلم استفاده میشه. مدل دیوانی یا دیوانهای حافظ و دیوانهای مختلف رو مدل دیوانی بهش میگن که با قلم 1 میل اجرا شده. و قطعه آزاد هست که در هم هست و شما خوشنویس میاد بر اساس حروف و کلمات یک فضاسازی رو انجام میده و جاهایی رو به عنوان هواکش یا خالی اجرا میکنه که یک جورایی مورد توجه مخاطب قرار بگیره و ذهن مخاطب رو درگیر خودش میکنه.